اما استخوان بازو داخل میشود به گروه استخوان‌های چنبر اندام بالا. فهمیدید؟ استخوان این شکلی دراز بوده. اما اگر نسبت خرمون قپیدن شد پرسان نه. یعنی چی خیلی باید طوری میمونیم که چقرچه اولکرانم یعنی فاس اولکرانم به سمت قفا باید شود. اما یعنی چقرچه کلان اگر عادی کار فهمونیم چقرچه کلان باید سمت قفا باشد. اما و سرک چی وسط درون. فهمیدید؟ خب چی دورات میگیم؟ عبارت از این هم از سه قسم چیه که ما قلفک سه قسم تقسیم کردیم. نه سرک نه. پروکسیمالی. اپیفیز پروکسیمالیس دارد. اما اپیفیز دیستالیس دارد و دیافیز دارد. بین اپیفیز پروکسیمالی بین اپیفیز و دیافیز باشد متافیز جای گیرد. اما شما سوال میتونید اپیفیز پروکسیمالی چیه دیستالی چیه؟ بخش اپیفیز و که نوگ بوره میشود ماماش خیلی نوگی که از تنه دورتره یعنی قسمت پایین‌تر جای گیره اینا میگیم دیستالی اپیفیز دیستالی اینش میشه پروکسیمالی نزدیک بودن اما دیافیز باشد به مرکز یعنی تنه اما خب فهمیدید چی گفتیم ما به گروه استخوان‌های چنبری این به گروه استخوان‌های آزادی اندام بالا داخل میشود و نه شکلی دراز بوده از سه قسمت با تکرار میکنم از سه قسمتی بالا پس اپیفیز پروکسیمالی دیافیز اپیفیز دیستالی در اپیفیز پروکسیمالیش دیده میشود میگیم کاپوت هومروس کاپوت اوسیس هومری یعنی که من سرکی استخوانی بازو فهموس خب کالوم آناتومیکوم هست گردنک آناتومی یعنی کالوم آناتومیکوم بچه اگر اشاره کنیم سرک جدا میکنه جدا کنی سرک چقدر جدا میشه گفته اگر سوالتیا این برابر این مرکز سیاه که جدا میکنه دیده کالوم آناتومیکوم خب کالوم آناتومیکوم سرک بازورایی که کاپوت هومروسا پیوست میکند به چی نوگش نوگی همین استخوانی بازور خب که دیجا دیده میشود دو دونگی کالوم توبرکولوم مایور و دونگی خود توبرکولوم مینور بین دو دونگی سولکوس اینترتوبرکولاریس جای گیره دونگی بین جویا که بین دونگی همون اینجا پای مشک میگذارد همون پای میگذارد حاضرش برای شما قباسه شتا پای میگذارد دانید یعنی جویا که ایسوی پای حاصل میشود فهمیده؟ بعدتر میفرماییم میگیم که کالوم خیروریکوم دارد گردنک خیروری که گردنک جراحی استاد برای چی تو تا گردنک خب سوالی خوب کالوم آناتومیکوم برای کالوم آناتومیکوم میگن گردنک اساسیه اما این اساسه نسبتا به کوتاه‌تر مستحکم تره خب کالوم خیروریکوم برای اینکه کالوم خیروریکوم میگم که چون که پروسس های بسیار شکستن بازو از همین ناحیه ها هسته میگم یعنی زود که از همین ناحیه ها احتمال شکستنش هسته اینجا اما برای اینکه کالوم خیروریکوم میگم اما اپیفیز پروکسیمالیش همه قد چیز داشت میگم یعنی کاپوت توبرکولوم مایور توبرکولوم مینور سولکوس اینترتوبرکولاریس و کالوم خیروریکوم تمام این کالوم آناتومیکوم است فهمیدید؟ آن نکنم دیافیز چه میگیریم دیافیزش چی دارد یعنی اول با میگم نسبت خانم میقبیم دیافیز میگیم داروی چیه کنار پیش مارگو انتریور اما و کنار مدیالی مارگو مدیالیس و که برابر همین برآمدگی مارگو لاترالیس یعنی سه تا چی داشته کنار مارگو انتریور مارگو مدیالیس و مارگو لاترالیس پریدنیکرای مدیانیکرای این لاترانیکرای سه کنار که داشته باشد یعنی من اکنون به معنی میبینیم چیزی که من بچه چیزی که سه کنار دارد یعنی کنار مثلا پیش کنار مدیالی و کنار لاترالی سه تا با چی دارد؟ سطح دارد دیده؟
یعنی چیزی که سه کانال دارد گفته دوجی باید فهمید که значит سه دیگه چی دارد؟ سطح میمونه. خب الان نکن سطح پیش و مدیالی میگیم چون که هم پیش هم مدیاله. اینا مدیال هم گویم میشد پیش هم گویم میشد. برام که انا می سطح فاکسس انترو مدیالیس میگیم. اما این سطح باشد فاکسس انترو لاترالیس میگیم. و این سطح باشد چی؟ فاکسس پاستریور. سطح قفا. سطح پیش و مدیالی، پیش و لاترالی و سطح قفا. فهمیده تنش چی داشته؟ سه سطح سه کانال داشته. آن نکن. تنش با داروی داخل موشکی دلتا شکل یعنی موسکول دلتویدوس میگیم اون موشکه. اما سه قسم که سر شده رفته با تنه استخوان بازو میچسبه. انا می جای چسبیدنش اینم کمتر داخله نه اگر اعتبار داده باشه. اما درست. اینم خیلی. اینم میگیم چی میگیم؟ توبروسیتاس موسکولوس دلتویدوس. اما توبروسیتاس موسکولوس دلتویدوس داخل موشکی دلتا شکل. اما بوگریساس دلتوینی ماشسه میگیم. هرده؟ خب این اینجا وقتی که پالپات میکنیم بچه یک جویک فرم گرفته گیره. نمی داخل موشکی دلتا شکل کردید. دیدی سولکوس نروس رادیالیس میگیم میره. نروس رادیالیس. اما و در دیافیز این جوی گیره کارپوس یعنی که خیلی تنش. اما بعد ابیزات این اون سوراخی چی دارد غذایی خرد دارد. برام این پری. اما این تنش بود. یعنی داشته چی؟ کانوری پیش، کانوری قفا، تویست کانوری مدیالی، کانوری لاترالی. انا کن سطح پیش و مدیالی، پیش و لاترالی و سطح قفا. سه سطح سه کانور داخل موشک دلتا شکل و جویکی عصبی ساید. اورنج نه. سولکوس نروس رادیالیس. اما فهمیدید؟ یکم سوال نیست نشد تنش؟ نه. از اون کورپوسش هم اکجا جدا میبینیم. کورپوس همین خودشه. یعنی من. اما این خودش دیافیزش در دیافیزش کورپوسه. خب جای نفهمون نیست؟ بعد ببینید یک چیز دیگه. مثلا این خیلی جدا میکنیم شد. اینجا اپیفیزی پراکسیمالی میگیم. اپیفیزی اینجا دیافیز بین همی اپیفیزی دیافیز جایگیری ماده متافیز. اما خب متافیز یکون خیلی حاصله مهم هست اونه که قسم ها با آموختن قسم ها جدا کردن آموختن نمیشه چون که قسم کوتاه ترینه. اما خب انا نکن دقت کتی گوش کنید تلفناتون نگاه نکن مثلا زبط داده تمام. خب انا نکن اپیفیزی پراکسیمالی فهمیده دیافیز فهمیده اپیفیزی چی دیستالی با میگم نسبت خودمون باید چه بیست دو سوراخی یعنی که سوراخی ساید و سوراخی تاج شکل سمت پیش سوراخی اورنجی باشه سمت قفا سوراخی نیو چقرچه خب انا نکن خب بینه در یه چی دیده میشود در یه دیده میشود خب کپیتولوم هومروس میگیم نمیرم کپیتولوم هومروس فهمیدن اما کاندولوس مدیالیس هست بعد اینجا اپیکاندولوس مدیالیس فهمیدن اپیکاندولوس لاترالیس در برابر اپیکاندولوس مدیالیس لینیا سوپراکاندولیاریس مدیالیس داون کردگی یکی کریستا سوپراکاندولیاریس مدیالیس میگه و لینیا سوپراکاندولیاریس لاترالیس اینجا یعنی مدیالیس بود اینجا چه لاترالیس اما شبه سوپراکاندولیاریس گفتیم چون اینجا اپیکاندولوس بود گفت اینجا بالای همون بودگیش به سوپراکاندولیاریس گفتیم خطی بالای موچی لاترالی خطی بالای موچی مدیالی اما این باشد روی موچ میگیم اپیکاندولوس ناد میشلوک اما فهمیدن اینجاش باشد کاندولوس میشلوک میگیم اینجاش باشد کپیتولوم هومیره میگیم سرک اما هر دش یک شده تراخلیا هومروس غلطکی استخوانی بازو را حاصل میکنن اما این چی به غلطک چون که دومی غلطک یعنی که بلاکوینی سوستابا که حاصل میکنن هم خیلی منه حرکت شد من خیلی فهمیدن
از سمت پیش چی دیده میشد؟ گفته سوال کنید. میگم از سمت پیش دو چقورچه دیده میشد. یکم چقورچه ساعد، دوم چقورچه تاچشک. سوال برای چقورچه ساعد گفته سوال کنید. خب ببینید. از اون نه میگه استخوان اورنج پروسس کارنالیس دارد. این پروسس اولکران دارد. اما کارنالیس وینیش اعتراض که میگم اینکه خب این پروسس کارنالیس اینجا تاثیر میکنه. وقتی قطع کردن چقورچه به نام چی میشه؟ تاچ. فهمیدن برایش تاچ. در پهلوی همین جایگیر میشود، یعنی دو طرفه چی میگیره میشن که رادیوس. وقتی که قطع میکنه سرکی کاپوت رادی هم اینجا تاثیر میکنه، برای موقع فوسا رادیالیس میگیم. تمام؟ فهمیدن؟ یعنی دو چقورچه فوسا کارنالیس، فوسا رادیالیس. از سمت قفا باشد فوسا اولکرانون هسته. برای چی؟ چون که این اولکرانون هست. اما اولکرانون دارد یکی شاخچه اورنج. چقورچه شاخچه اورنج هم برای هم میگیم چون که تاثیر میکنه اولکران. فهمیدن؟ فوسا اولکران میگیم. تمام؟ خب در اینجا سولکوس نروس رادیالیس بود کو اینجا به نزدیکتر این اون جایگیره کو عصب میفرود از سمت قفا نمیخواد. در اینجا جایگیره سولکوس نروس اولناریس رادیالیس در بالا بود و این تو میره. اما چون که خودش آس رادیالیس طرفی لاترالی باید اگر دستمونه خیمونه طرف بیرون با طرف انگشت کلون با آس اون باشد طرفی مدیالی باید طرف انگشت خود. و وقتی که اینم اگر تصور کنید همه خیمون میشه فهمیده جایگیر میشه چی به اینجاش به نروس سولکوس نروس اولناریس گفتیم. برای چی؟ چون که برای اولناریت میتیاد. ها فهمیده چی داشته؟ ها جای نفهمون نیست. خب